قرن بیستم به خصوص نیمه اولش واقعا دوران عجیبی بود. انگار دنیا روی دور تند بود و هر روز یه اتفاقی میافتاد که باورتون نمیشد. یکی از چیزایی که تو اون دوره خیلی به چشم میخوره ترورهای سیاسیه. انگار کشتن رهبران مستبد خب یه جور ابزار برای تغییر شده بود. امروز میخوایم سراغ یکی از همین داستانها بریم که توی منبعی که برامون فرستادی خیلی خاص و تکان دهنده توصیف شده. داستان اعدام انقلابی محمد نادرخان، پادشاه افغانستان، اون هم به دست یک دانش آموز 18 ساله به اسم عبدالخالق هزاره. این اتفاق سال 1312 شمسی افتاده و سوال اصلی که برای من پیش میاد اینه. یعنی چی میشه که یه جوون 18 ساله تو اوج نوجوانی به این نتیجه میرسه که باید پادشاه کشورش رو بکشه؟ برای پیدا کردن جواب قرار زندگی و زمانه این دو نفر یعنی عبدالخالق و نادرخان رو بر اساس متنی که داریم با هم ورق بزنیم. دقیقاً. نکته مهم همینه. این فقط داستان یه ترور نیست. این بررسی قرار شما رو با یه شبکه پیچیده‌ای از اتفاقات آشنا کنه که پشت این یک گلوله پنهان شده. ما با تاریخ شخصی، زمینه‌های سیاسی، کینه‌های قومی و یک ظلم تاریخی ریشه‌دار طرفیم. در واقع میخوایم بفهمیم چرا منبعی که در اختیار داریم اصرار داره که این رویداد فراتر از یه اقدام خشونت‌آمیز یه نقطه عطف تو مبارزه مردم افغانستان علیه استبداد بوده. خب پس برای اینکه بفهمیم چرا یکی میخواسته اون رو بکشه، اول باید ببینیم خود نادرخان کی بوده و از کجا اومده. اولین نکته‌ای که توی این متن توجه من رو جلب کرد این بود که او اصلا در افغانستان به دنیا نیومده بود. متولد 1883 میلادی در دیردون یعنی هند بریتانوی اون زمان. این خودش خیلی عجیبه برای کسی که بعداً پادشاه افغانستان میشه. بله، و این فقط محل تولد نیست. این یه سرنخ از تمام مسیریه که خانواده‌اش طی کرده. این خانواده که به آل یحیی یا خاندان مصاحبان معروفن، پیشینه عمیقی تو همکاری با بریتانیا دارن. پدر بزرگش یحیی خان یکی از کسانی بود که تو امضای معاهده ننگین گندمک نقشی کلیدی داشت. همون معاهده‌ای که باعث شد افغانستان کنترل سیاست خارجیش رو از دست بده و بخش‌های بزرگی از خاکش به هند بریتانوی واگذار بشه. پس این وابستگی به انگلیس یه جور میراث خانوادگیه. آها، پس اینطور که منبع میگه این فقط یک اتفاق ساده نبوده، یه الگوی رفتاری بوده. یعنی نادرخان از همون اول توی محیطی بزرگ شد که منافع بریتانیا تو اون حرف اول رو میزد. کاملا. خودش تحت نظر معلم‌های انگلیسی آموزش دید و با حمایت مستقیم اونها تو ارتش رشد کرد. این ارتباط کلید فهمیدن تمام سیاست‌های بعدیشه. او پله‌های ترقی رو با ترکیبی از هوش نظامی و خب توته‌های سیاسی طی کرد. مثلا تو ترور برادرزنش امیر حبیب الله خان که پادشاه وقت بود نقش داشت و بعد از اون به وزارت حربیه رسید. اوج شهرتش اما تو جنگ سوم افغان و انگلیس بود که به سپهسالار معروف شد. اما نقطه عطف اصلی سال 1929 بود وقتی با حمایت مستقیم بریتانیا و کمک قبایل پشتون جنوبی و شرقی، همون قبایلی که همیشه متحدشون بودن. بله، حکومت حبیب الله کالکانی معروف به بچه سقا که یک تاجیک بود رو سرنگون کرد و خودش به پادشاهی رسید. جالبه. یعنی کسی که به خاطر جنگ با انگلیس قهرمان ملی شده بود با حمایت همون انگلیس به قدرت میرسه. این منبع چند تا از ویژگی‌های شخصیتی و سیاسی نادرخان رو برجسته کرده که به نظرم تصویرش رو خیلی کامل میکنه. اولین مورد همین وابستگی به بریتانیاست. نویسنده معتقده که او مطیع بی‌قید و شرط سیاست‌های هند بریتانیایی برای عقب نگه داشتن افغانستان بود. و دومین مورد که خیلی تکان دهنده است، استفاده ابزاری از دینه. این نکته دوم خیلی مهمه. منبع تأکید میکنه که او برای به دام انداختن و کشتن رقیباش هیچ ابایی از قسم خوردن به قرآن نداشت. بهشون اماننامه میداد، روی قرآن قسم میخورد که کاری باشون نداره و بعد به محض اینکه اونها رو خل سلاح میکرد به فجیع ترین شکل ممکن میکشتشون.
این ترکیب وابستگی به یک قدرت خارجی غیر مسلمان و استفاده از مقدس‌ترین مفاهیم دینی برای فریب دشمنان داخلی یه تصویر خیلی واضح از شخصیتش به ما میده. دقیقاً. این یک تناقض خیلی جالبه. انگار با خارجی‌ها کاملاً عملگرا و مدرن رفتار میکنه، اما در داخل از سنتی ترین و فریبکارانه ترین ابزارها استفاده میکنه. نویسنده انگار داره تصویری از یک فرصت طلب تمام عیار رو ترسیم میکنه. بله، و این فرصت طلبی تو برخوردش با بقیه گروه ها هم دیده میشه. دو تا ویژگی دیگه‌اش که منبع بهش اشاره کرده، یکی دشمنی آشتیناپذیر با طرفداران شاه سابق، امان الله خان بود. امان الله خان چهره مدرن و اصلاح طلب بود و نادرخان تمام حامیان اون رو قلع و قمع کرد. و چهارم، ظلم قومی سازمان یافته. نویسنده او رو یک زمامدار نژادپرست توصیف میکنه که راه جدش عبدالرحمن خان رو در سرکوب اقوام غیر پشتون به خصوص هزاره‌ها و شیعه ادامه داد. او دست قوم خودش رو برای هر جنایتی بازگذاشته بود. نمونه بارزش هم حذف خاندان قدرتمند چرخی بود که از نزدیکانش بودن اما حس میکرد ممکنه براش رقیب بشن. اونها رو هم با همین نیرنگ قسم به قرآن از بین برد. خب این تصویر مردیه که در قدرته. اما این داستان در واقع برخورد دو دنیای کاملا متفاوته. در طرف دیگه ماجرا عبدالخالقه که داستان زندگیش نمیتونست از این متفاوت تر باشه. او از هزاره‌های منطقه ارزگان بود، اما حدود سال 1295 شمسی تو کابل به دنیا اومد. دلیل این جابجایی خودش یک تراژدیه. بله، یک تراژدی که سرنوشت صدها هزاره تو اون دوران بود. در زمان حکومت عبدالرحمن خان که به امیر آهنین معروف بود، یک نسل کشی تمام عیار علیه هزارها اتفاق افتاد. سرزمین‌هاشون غصب شد و خیلیاشون به بردگی گرفته شدن. خانواده عبدالخالق هم یکی از همین خانواده‌ها بودند. سرزمینشون در ارزگان غصب شد و به عنوان برده برای همون خانواده پشتون تبار چرخی که قبلا اسم بردیم به کابل آورده شدند. پس عبدالخالق در دل یک خانواده برده به دنیا اومد و این رنج تاریخی خب بخشی از هویتش بود. چقدر تکان دهنده. یعنی او در خانه اربابش بزرگ شد. ولی اینجا یک پیچش جالب تو داستانش اتفاق میفته. تحصیلات. چطور ممکنه فرزند یک برده بتونه درس بخونه؟ این به خاطر نفوذ و روشنفکری نسبی همون خانواده چرخی بود. اونها به عبدالخالق اجازه دادن که تو لیسه نجات درس بخونه. این مدرسه رو آلمانیا تأسیس کرده بودند و یکی از مدرنترین مراکز آموزشی اون زمان بود. این فرصت دنیای عبدالخالق رو زیر و رو کرد. او از طریق معلمهاش با ایده‌های جدید سیاسی و انقلابی آشنا شد. اما به گفته منبع، کلیدی ترین نقش رو در تربیت فکری او پدرش یا به روایتی کاکایش مولاداد داشت. مولاداد چه شخصیتی بوده؟ منبع خیلی روش تاکید داره. مولاداد یک شخصیت استثنایی بود. با اینکه رسما خدمتکار خانواده چرخی بود، اما یک فرد فوق‌العاده باسواد و دنیا دیده بود. او به خاطر سفرهایی که با خانواده چرخی به اروپا داشت، زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی رو یاد گرفته بود. تصور کنید در اون زمان چنین فردی چه گنجینه‌ای از اطلاعات و دیدگاه‌های نو بوده. او برای عبدالخالق فقط یک پدر نبود، بلکه یک پنجره به دنیای مدرن بود. او بود که برای اولین بار عبدالخالق رو با مفاهیمی مثل آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت آشنا کرد. این آموزش‌ها در کنار تحقیر و ستمی که هر روز می‌دید، از او یک جوان آگاه و به شدت خشمگین ساخت. پس ما با دو شخصیت کاملاً متضاد طرفیم. یکی شاه که با حمایت خارجی و فریب داخلی به قدرت رسیده و دیگری جوانی از یک قوم سرکوب شده که به لطف یک اتفاق به آگاهی سیاسی رسیده. حالا سوال اینه که این آگاهی چطور به تصمیم برای ترور منجر شد؟ منبع ما روایت رسمی دربار نادرشاه رو که میگفت پای یک رابطه عاشقانه در میون بوده کاملا رد میکنه و اون رو یک توجیه کودکانه برای بی اهمیت جلوه دادن ماجرا میدونه. بله، نویسنده معتقد اون داستان سرایی فقط برای این بود که بگن این یک مسئله شخصی و ناموسی بوده، نه یک اقدام سیاسی.
اما دلایلی که منبع ارائه میده خیلی عمیق‌تره. اولین و شاید مهمترین دلیل همون آگاهی از ستم تاریخی بود. عبدالخالق به عنوان یک هزاره داستانهای قتل عام و بردگی مردمش توسط عبدالرحمن خان رو نه فقط شنیده بود، بلکه با پوست و استخوانش لمس می‌کرد. او در نادرخان ادامه همون راه و همون تفکر رو میدید. نادرخان برای اون نماد تداوم یک قرن سرکوب بود. پس این فقط یک انتقام شخصی نبود. به روایت این منبع این یک اقدام علیه یک تاریخ طولانی از ظلمه. این خیلی به عملش عمق میده. دقیقاً. دلیل دوم بیداری سیاسی بود که تو دوران کوتاه امان الله خان تجربه کرده بود. امان الله خان بردگی هزاره ها رو رسما لغو کرده بود و یک فضای باز سیاسی ایجاد کرده بود. عبدالخالق همون دوره به مدرسه رفت و با روشنفکران ارتباط گرفت. حکومت نادرخان برای او به معنی بازگشت به دوران سیاه استبداد و خفقان بود. به همین خاطر بود که به حلقه‌های مخفی آزادیخواه پیوست. این نشون میده که او یک کنشگر سیاسی بود، نه یک قاتل هیجان زده. دلیل سوم هم که قبلا بهش اشاره کردی، تاثیر پدرش مولاداد بود. آگاهی‌هایی که از پدرش در مورد تحولات دنیا و مفاهیم مدرن گرفته بود، بهش این انگیزه رو میداد که در برابر سرنوشت مردمش بی‌تفاوت نباشه. و چهارم فضای سیاسی اون زمانه. انگار ترور سیاسی تو اون دوره اتفاق رایج بوده. بله، این هم تأثیرگذار بود. چند وقت قبل از این ماجرا برادر خود نادرخان تو برلین توسط یک دانشجوی افغان دیگه ترور شده بود. این خبرها در میان جوانان پرشور و روشنفکر کابل میپیچید و این ایده رو تقویت میکرد که برای حذف یک دیکتاتور راهی جز این نیست. این اقدامات به نوعی الهام بخش جوانان معترضی مثل عبدالخالق میشد. و بالاخره میرسیم به دلیل پنجم، قتل ناجوان مردانه خانواده چرخی. جالبه که منبع این دلیل رو در مقایسه با انگیزه‌های بزرگتر ضعیف توصیف میکنه. این به نظرم قضاوت عجیبی از طرف نویسنده. از نگاه انسانی این که ببینی ولی نعمت و آرباتت غلام نبی خان چرخی و 18 نفر از اعضای خانواده‌اش رو بعد از دادن اماننامه میکشن، باید خیلی تکان دهنده باشه. چرا نویسنده این رو ضعیف میدونه؟ این نکته خیلی خوبیه. به نظر میرسه نویسنده میخواد تأکید کنه که انگیزه عبدالخالق فراتر از یک وفاداری شخصی به خانواده چرخی بوده. او میخواد بگه که هدف عبدالخالق آزادی یک ملت بود، نه انتقام خون یک ارباب. اما همونطور که شما اشاره کردید، نمیشه تأثیر روانی این اتفاق رو نادیده گرفت. عبدالخالق تو اون خانواده بزرگ شده بود. دیدن این که نادرشاه چطور به کسانی که بهش اعتماد کرده بودن خیانت میکنه، احتمالاً آخرین جرقه‌ای بود که بهش ثابت کرد این رژیم با هیچ منطقی جز زور و فریب کار نمیکنه. خب حالا که انگیزه ها رو بررسی کردیم، بیایید به خود روز واقعه بریم. 16 اغرب سال 1312 نادرخان در قصر دلگشا در باغی به نام چمن حضوری برای توزیع جوایز به شاگردان ممتاز حضور داره. کنایه تلخ ماجرا اینجاست که این دقیقاً همون مکانیه که 1 سال قبل غلام نبی خان چرخی رو به شکل وحشیانه‌ای با قناق تفنگ کشته بودند. انتخاب این مکان توسط نادرخان یا خیلی احمقانه بوده یا یک نمایش قدرت بیرحمانه. هر دو میتونه باشه. او میخواست در همون جایی که بزرگترین رقیبش رو حذف کرده، پیروزیش رو جشن بگیره. عبدالخالق که خودش یکی از شاگردان ممتاز بود و قرار بود جایزه بگیره، تو مراسم حضور داشت. او متوجه میشه که به خاطر شلوغی بازرسی‌ها خیلی دقیق نیست. اینجاست که تو یک لحظه تصمیم نهایی رو میگیره. فرصت رو غنیمت میشماره، سریع با بایسکل به خانه میره، تفنگچه کهنه پدرش رو برمیداره و زیر یک پالتوی بلند پنهان میکنه و به مراسم برمیگرده. یعنی این یک نقشه از قبل طراحی شده و طولانی مدت نبوده، بیشتر شبیه استفاده از یک فرصت ناگهانیه. به نظر همینطوره. او وقتی به مراسم برمیگرده به 2 تا از دوستانش اسحاق و محمود میگه در صف جلو بایستند و خودش پشت سر اونها قرار میگیره. بهشون میسپاره که وقتی شاه به اونها رسید براش راه باز کنن چون حرف مهمی با شاه داره.
البته از قصد اصلیش چیزی به اونها نمیگه تا هم اونها رو درگیر نکنه و هم قضیه لو نره. شاه وارد میشه، سخنرانی میکنه و بعد شروع میکنه به قدم زدن در میان صفوف دانش آموزان و توزیع مدالها. و بعد لحظه موعود فرا میرسه. وقتی شاه مقابل عبدالخالق میرسه، دوستانش طبق قرار کنار میرن. عبدالخالق بدون یک لحظه تردید تفنگچه رو بیرون میکشه و شلیک میکنه. توصیف منبع از این شلیک ها واقعا سینمایی و نمادینه. انگار هر گلوله یک بیانیه بوده. بله، نویسنده این لحظه رو خیلی نمادین تفسیر میکنه. گلوله اول به دهان شاه، به گفته نویسنده مرکز فریب و سوگندهای دروغ. گلوله دوم به قلب، کانون قساوت و بیرحمی. و گلوله سوم به مغز، دستگاه توطئه و دسیسه. در این لحظه گلوله چهارم تو تفنگه کهنه عبدالخالق گیر میکنه. اتفاقی که بعدش میفته حتی عجیب تره. برادران شاه و محافظانش به جای دفاع یا دستگیری عبدالخالق وحشت زده فرار میکنن تا جان خودشون رو نجات بدن. باور نکردنیه. یعنی هیچ کس واکنشی نشون نمیده؟ عبدالخالق هم فرار نمیکنه؟ نه، او به جای فرار با همون تفنگچه چندین بار بر سر از هم پاشیده شاه میکوبه و مغرورانه به نتیجه کارش نگاه میکنه. انگار میخواد مطمئن بشه که کار تمام شده. بعد از چند لحظه که بقیه به خودشون میان، دستگیرش میکنن. بعد از دستگیری طبیعتاً بازجویی ها و شکنجه ها شروع میشه. منبع در این مورد چه جزئیاتی رو ذکر کرده؟ منبع از شکنجه های وحشتناکی حرف میزنه. از قیم و فانه که نوعی شکنجه با فشار دادن پا بین دو چوب است گرفته تا ریختن روغن داغ و هر نوع وحشیگری که قابل تصوره. هدفشون این بود که ازش اعتراف بگیرن که این کار رو به دستور چه کسی و گروهی انجام داده. اما عبدالخالق تمام مسئولیت رو به تنهایی به عهده میگیره و بارها تکرار میکنه: من با اراده خودم این شاه مستبد رو اعدام انقلابی کردم و هرگز پشیمان نیستم. دوستانش هم با وجود شکنجه‌های شدید وفادار میمونن. حتی منبع یک صحنه جالب رو نقل میکنه که یکی از دوستانش به نام اسحاق خان در مقابل شکنجهگران با لحنی گله‌آمیز به عبدالخالق میگه که چرا اون و بقیه رو در این افتخار بزرگ شریک نکرده. این سطح از وفاداری و ایستادگی واقعاً عجیبه. پس در نهایت همون داستان دروغین رابطه نامشروع رو به عنوان انگیزه اصلی اعلام میکنن و حکم اعدامش صادر میشه. بله، و اعدامش رو در همون کمن حضوری در ملأ عام به یک نمایش خشونت تبدیل کردن تا زهر چشمی از بقیه بگیرن. توصیف صحنه اعدام در منبع یکی از تکان دهنده ترین بخش است. من باید بگم خوندن این بخش از متن واقعا سخت بود. این فقط یک اعدام نیست، یک آیین وحشت برای ترساندن مردمه. میشه اون چیزی که نویسنده توصیف کرده رو برامون شرح بدی؟ حتما. اون رو در مقابل جمعیت قرار میدن. ازش میپرسن با کدام چشم نشانه رفتی و بعد چشم راستش رو از حدقه در میارن. عبدالخالق به گفته شاهدان خم به ابرو نمیاره. بعد میپرسن با کدام انگشت ماشه رو چکاندی. انگشت اشارش رو جلو میاره و اونها انگشتش رو میبرن. بعد بینی و گوشهاش رو میبرن. در تمام این مدت او مثل یک کوه ایستاده بود و هیچ ناله‌ای نمیکرد. و بعد لحظه پایانی. یکی از جلادان با اسب به سمتش میتازه و نیزش رو در قلب او فرو میکنه. و اون اتفاق عجیبی که بعدش افتاد. بله. منبع نقل میکنه که وقتی جسد پاره پارش از نوک نیزه به زمین میفته، برای یک لحظه دوباره روی پاهاش میسته. این صحنه اونقدر تاثیرگذار بود که در میان مردم عادی حاضر در صحنه زمزمه تحسین‌آمیزی بلند میشه که درود بر مادری که چنین فرزندی زاد. این یک لحظه شگفت‌انگیز از نافرمانی مردمی در دل یک نمایش ترور دولتیه. بعد از این گاردی شاهی و سران قبایل با شمشیر و تبر به جسدش حمله میکنن و اون رو تکه تکه میکنن. عجب پایان تراژیک و در عین حال حماسی. خب با این همه خشونت و این پایان وحشتناک، سوال اصلی اینه: میراث این اقدام طبق این منبع چی بود؟ آیا اصلاً این همه فداکاری تأثیری داشت؟ این مهمترین سواله.
نویسنده معتقد هرچند این یک اقدام افراطی بود و در کوتاه مدت پیامدهای بدی برای مردم هزاره داشت چون فشار حکومت بر آنها بیشتر شد، اما در بلند مدت بی تأثیر نبود. این رویداد حکومت آل یحیی، یعنی خاندان خود نادرخان که برای دهها در قدرت موندن و به خصوص جانشینش پسرش ظاهرشاه رو مجبور کرد تا خیلی محتاط‌تر عمل کنه. اونها با چشم خودشون دیدن که استبداد مطلق میتونه به چنین انفجارهای غیرمنتظره‌ای منجر بشه. بنابراین مجبور شدن در برابر نارضایتی‌های مردمی کمی بیشتر از در مدارا وارد بشن. و نکته جالب اینجاست که منبع این عصیان تک نفره عبدالخالق رو یکی از عواملی میدونه که به نوعی راه رو برای دهه دموکراسی در افغانستان باز کرد. همون دوره‌ای در زمان ظاهرشاه که فضای سیاسی کمی بازتر شد و نمایندگان مردم تونستن برای بیان دردهاشون در پارلمان صدایی داشته باشن. انگار این اقدام هر چقدر هم فردی و خشونت‌آمیز یک شکاف کوچک در دیوار ضخیم استبداد ایجاد کرد. دقیقاً. این اقدام به حاکمان بعدی این پیام رو داد که صبر مردم حدی داره. و به عنوان آخرین نکته برای اینکه شما به اون فکر کنید، نویسنده این متن کلامش رو با نوعی حسرت و اندوه به پایان میبره. او میگه امروز در افغانستان رهبرانی با همون خصوصیات نادرخان وجود دارن. رهبرانی که به گفته او دشمن انسانیت و عدالت هستند. اما دیگه عبدالخالقی نیست که در برابرشون بایسته. این یک سوال تأمل برانگیز رو برای شما باقی میگذاره. آیا ممکنه ستمپذیری و ناامیدی اونقدر در یک جامعه نهادینه بشه که چنین اقدامات فردی برای عدالت‌خواهی هر چقدر هم افراطی و بحث برانگیز دیگه حتی به ذهن کسی خطور نکنه؟